سلام بچه‌ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم کنار جلیل یومایی عزیز، مربی خوب، قراره با هم یه تمرین مشترک داشته باشیم. حالا این بر شما امروز یه تمرین پا می‌خوایم داشته باشیم با دو تا از قهرمانان اسپورت جوانان کشور، عرفان اعتزاد عزیز و محمد امامی، بچه‌های خفن اسپورت جوانان. و برو بریم. خوشرون ایستاده دستگاه. این چرخش مچ پا رو میگه. این چرخش مچ پا عضلات درگیر توی حرکت رو مشخص میکنه. حالا بریم تو حرکت بهتون نشون بدم. بریم. این همینجور ادامه داره. آره. خب دستگاه خوشرون ایستاده رو اگر تو باشگاهتون نداری، با خوشرون نشسته هم میشه شبیه سازی کرد. تفاوتی نداره. مثل اول برای گرم کردن 15 الی 20 تکرار کردم، میگم 18 تکرار. خب زانو این که یکم چرخش مچ به بیرونه و میاد برای سر بیرونی خوشران. خیلی اسم آناتومی که شما کاری ندارم، میخوام خیلی عامیانه بگم برای سر بیرونی خوشران. یک دفعه جلو خرد اونو نگه دارید دستگاه نره میره باید جلورونه دیگه نانت دارید کرده بنده خدا رو بلند جلیل مربی گنگستر باشه. این صندلی اگر میومد بالا بهتر بود، برای که تنظیمش بهتر بشه خودمون یکم خم میشیم، پای مخالف رو میشکنی، چرخش مچ ببینیم، بالا نفس کاری، پایین دم، بالا بردن، تمام پشت بازار بگیر. اوفه تو آینه برو بریم. اوفه بابا کارو بگیر. برو بریم. افست اول خواهیم از اول هدف رو گرم کنیم. درست گرم کردن عمومی داریم که جریان خون رو ببریم بالا. یه کشش داریم توی همون عضله که گرم کردن ها انجام شده. برو بریم. باشم بیا بالا. کامل بیا بالا. 90 رو رد کن. جدا نشه. بیا بالا 90 رو رد کن. بالا نفت کنی تاریتون 15 الی 20 میاریم رو 12 الی 15. بیا بالا جمع کن انقباس. اما چه پشتونی نشه. پا چسبیده به تشک. بیا بالا. خیلی من تو فیلم دیدم. بیا تو صورت هم یعنی چی میگی؟ باش از کجا می امن بگیر یزید کجا بگیره؟ با اون بازی نکن. اوکی؟ باید درش بیاد. توضیح بدم دیگه. حد دستگاه رو داریم خودمون تنظیم میکنیم. دستی با پشترون نشست با جلو پاماشی پشترون ایستاده رو مثلا عرفان که قدش کوتاه‌تر بود یه استپ گذاشتیم، مهدی ها قدش بلندتره یکم پای مخالف زانو رو میشکنه که دقیقاً کشکک زانو بیاد زیر این قسمت تشک و قد خودمون داریم دستی تنظیم میکنیم. محمد باز استانداردمونه مدیومه. Oh my God!
مدیوم. چند تا باید بزنم؟ 12. همانم بگیم. ماشاءالله ماما. یه جمله بر دوستان ماما جمله بر دوستان. نو درا. چی؟ نو درا. استاد فرمودن نو درا. نو درا. برو ببینیم. آقا جلیل جمله لیفت پشترون با هالتر. میگم هالتر خیلی بزرگیه، تعادل ندارم و خب میشه دو تا دولین بذار زیر پنجه پا که کشه تو پشترون بیشتر باشه. سه تا اول 12 الی 15 سوپرش کن با خیاطه بغل رو، اونم 12 الی 15. 12 الی 15 من میگم 13 سوپر. سه دوم 11 دراپ، یعنی 10 الی 12 کم کنی 10 الی 12، اونم همون تکرار. اگه جون داشتیم سومیه رو بریم میگم. برو بریم. ما تا چی من رفتیم تو گل کباب. من یوتیوبر بودم خبر نداشتم. بله دستگاه خرابه، جایگزینش بریم. خواهی کات بده یا نه؟ نه حیاته بغلونو حالا حیاته بغلون درست اسمشو نه با بینکش بریم بدم بریم برو بریم توضیح نداره آقای رو هم درمان است برو بریم تو تویترش خود با کیکبک برو بریم الان من برو بریم اشتباه میزنی عرفان، اشتباه نزن عرفان. تو بزن. خب هیت پشترون حالا دوستان تشویق آوردن بالا استپ و خب همه قهرمانی دیگه. من پیشنهادم اینه که این هم زاویه پاه مشخص میکنه که کدوم عضله درگیر باشه، چون حرکت بعدیمون کیکبک مال بغلون بود. یکم پنجه رو به داخل گذاشتم که عضله بغل رونتون درگیر باشه، عضله کنار سریلی. و من کاردانی مربیگری و پرورش اندام دارم، کارشناسی تغذیه ورزشی اعتراف دادم. خودم اینجوری راحت ترم چون اینجوری یاد گرفتم، خیلی اسم آناتومی عضلات نگیریم. خب محمد مرز محمد سالمی با میگه اینا رو توی ویدیو نست
آره سوسوله. اینا یه فیتنس کار همیشه آبش همراشه، بابا قندش همراشه. یه خورمای کپکاپ تقدیم آقای آقا ما هم آدم میخوام دفعه کسی با همون بگیم. من تیشرتتون رو خیلی دوست دارم جلیلا. قربون شما، سوپر ماریوه. آقای اعتزادم گفتن که به منم بده از اینا. حالا شما خورما رو بخورید برو شیرت. کجا رو الان داداش گفتی بیا؟ ها قشنگ با دست نشون بده، یا مخاطبا گیج میشن دیگه. برید حرکت بعدی لانچ نهار بریکفاست لانچ. اوه یس لانچ همونو باید بزنم. لانچ یا لانگ زیادت باید کامنت کنم. دوستا کامنت کنید. لانگ یا لانگ رو میخوایم بریم. یه رفت و برگشت 7 و 12 و 15. سوپرش هم بگم یه سیسی یه صفحه 5 یا 10 دستت بگی سیسی اسکوار بعد رو میندازی رو عقب فقط برای یک تعادل آزاد 12 و 15 میندازی. دستشون آقا فرزین زحمت کشیدن کم کردن. سپاسی فراوان از آقا فرزین گل. شکر. آره یه 12 و 15 یه دراپ یه 12 و 15 یک ست کافیه. برو بریم. این چی بود آجی؟ چرا انقدر بلند میشی؟ اصلا مهم نیست ایشون بنده رو دوست داشته باشه نداشته باشه، بنده رو قبول داشته باشه نداشته. حالا چند مدله؟ امروز اینو بریم بخواه قدم کوتاه کن. این 90 درجه تقریبا بعد رو میدازی خنده بالا بذار همین مدل که تو میرفتی رو با هم بریم. خب اما نگاه کنیم یا پال بزنیم یکم خنده این بلند میشه. این 90 درجه موقع خوب بود. این داستان حالا میدونستی؟ نه پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هر چیز زمین اینا را درخت اینا را کوها را میسوزه. میگه پا رو بگی داداشی، پا رو بگی. رو بده فیتنس ایران باشی. حرکت بعدی داخل رون رو با دنبل بریم. بریم. تکرارم بگم یه 12 و 15 داخل رون دنبل 3 2 9 دراب 9 10 تا گرفت 9. اگه یکم جانین میتونین 9 دراب بزنید.
gracias afición. Este es para vosotros. بارکل ایوان If you're tired of starting over, stop giving up. تمرین تموم شد. یک ماه خفن داریم با بچه‌ها. ها زدیم ولی شکم میگیریم. روزهای عجیبیه دیگه. ها زدیم ولی شکم. اصلا کلا اصول فیتنس همینه. هر حرکتی می‌زنی و شکم میگیری. با اون بازی نکن. یادم ندادم. اما خودبازون کنم. بله. یعنی آقا زمین تموم شد. آقای داوری حرف بزنید. موضوع شما حرف بزنید. آقا من ممنون از آقای عرفان ایران. چی باید بگید؟ اون دیگه آره دیگه دمتون گرم. مرسی از همراهیتون. سالم ورزش کنید، سالم باشید، بی تو سالم.